дуруд шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадиӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо рамани кайфари диловари мирзо дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ. оғози гуфтори 28. سرخاب هنگامه داشت. دریای آبی کبود پایانی دشت سقاو و سرخاب آمیخته می شد و غلغله و هنگامه با هم آمیزش یافته دو دریا تا دوری های دور می رفت. سال گذشته برف زیاد بارید و تل و تپه از ترمه پر شد. برکت ذخیره برف بود که تا فرارسی تیرماه زرین آبی دریا خطره کم نشد. سلچی ها 2 سالت را با فرمان شاگدایف به سفر تیار کرده بودند. ابتدا منور شاگدایف بالای سل سوار شد و این طرف و آن طرف را از نظر گذرانید. بعد دیگرها به 2 سل سوار شدند و سلچی ها بندها را کشاده اختیار را به دریا دادند. ابتدا به شهرک غرم وارد شدند. با مردم واخوری کرد. نفری به نزد شیرین شاه آمد و آهسته به عرضش رساند که در حبسخانه شماره زیادی آدمان نشستند و اکثری آنها مردان بیگناهند. با بهانه‌های گوناگون به حبس گرفته شدند. حتی چند تن از کارمندان اداره‌های دولتی و اعضای حزب کمونیست نیز به حبس گرفته شدند. شیرین شاه به حرفهای آن مرد گوش داد و آهسته‌زان شکاف سینه‌اش را سوخت. دانست که در این گوشه دور نیز جستجوی دشمنان خلق آغاز شده است. فوری سپارش داد که تمام محبوسان را برای واخوری از محبس آزاد نمایند. وی بیش از 2 ساعت همراه آنها صحبت کرد. تصادف بین اسیران محمد حایتی را دید. رفیق بدماغف، تو اینجا چی کار میکنی؟ با تعجب پرسید او. بعد آزاد شدن نصرت الله مقسوم از وظیفه مرا به غرم دعوت کردم و به حبس گرفتند. سال دوم است که مهمان این درگاه هستم. تا حال گناهم را داین نکردند ولی برای به خانه رفتن رخصت نمیدهند. بعدی کار آنجاست که کسی از احوالم نپرسیده است. بعدی به انجام رسیدن صحبت شیرین شاه تیمور سپارش داد که تمام بندیان را آزاد کنند. بگذار همه اینها به حیات آسایشته مشغول شوند. و کارمندان مقامات رو آورده گفت شیرین شاه اگر نفری در نزد دولت و خلق گناه دارد گناهش را با مهنت حلال شوید. در زندان نگاه داشتن آنها به ما منفعت نمی آورد. روز دیگر سفرش را به مرکز ولایت شهرک نصرت آباد ادامه داد. همان سالها در دشت سیاهک شهرک زمانوی ساخته شده بود. حکومت ولایت غرم شهرک را نصرت آباد نام گذاشت. بعدتر نامش را عوض کردند. نوآباد نام گرفت. هنگامی که پایان دهکده شول می گذشت نگاه گرم و پر از مهرش جانبی دهه زیبای چشمه قوزی دوخته شد. نصرت الله مقسوم یادش آمد. وی درباره دهکده شول و مردم مهمان نواز و جوان مردش از زبان نصرت الله قصه ها شنیده بود. او می دانست که نصرت الله گناه ندارد. مرد فدایی بود و به کام دریای تهمت دشمنان افتاد. حیف که به وی یاری رساندن غیر امکان است. شاید روز حقیقت معلوم شود و نصرت الله باز به میدان سیاست برگردد. او در دل اندیشه می کرد ولی این سخنها را به زبان آوردن نمی توانست و هم نآورد. می ترسید که مبادا حرفای گفتهش بر ضرر نصرت الله مقسوم شود.
دشمنان ملت تاجیک نام تمام پیروان و هممسلکان نصرت الله مقسوم را به دفتر سیاه نوشته بودند و پنهان از تگ ناخن چیرک میکافتند. یکی را میترساندند و دیگری را وعده منصب میدادند. حتی تا به دهه چشمه قوزی آمدند. نمایندگان ایشان یک رئیس نامدار و 2 کمبغل جبر دیده درباره 7 پشت نصرت الله مقسوم سیاهنامه نوشتند. با 100 دلیل و برهان اثبات کردند که نصرت الله مقسوم شخصی زمیندار است. کولک نام بردن از وی. از مسئولین بلندپایه آسیای میانه تا دهه چشمه قوزی یافت شدن اشخاصی که برای جسمن محو نمودن او کمر خود را از چند جا بستند. خاصه آنهایی که از اقامت و تحصیل نصرت الله مقسوم در شهر مسکو و تلوازه افتاده بودند. آنها می دانستند که استعداد ذاتی دانش و ملکه خداداد امکانیت می دهد که آرمانهای ملتش را عملی کند. می دانستند که چند قدم دورتر از وی دفتر کاری سرور دولت بزرگ شوروی جای گرفته است. مبادا به آنجا امکانیت درآمد پیدا کند. نصرت اللهی که با یک نامه توانست یوسف ویساریانویچ استالین را به بزرگی ملتش باور کند، می تواند با مثالهای زیادی تاریخی نیم شهرهای بزرگ آسیای میانه را مال خلق تاجیک حکم کند. یک نیمه زمینهای دولتهای نوبنیاد آسیایی را صاحبی کند. پس آن احوال کوچه‌های از دشت آمده و سپس صاحب زمین و دولت رایگان گردیده چی می شود؟ دیگر به کجا رفته می توانند آنها؟ بهترش 1 یا 100 نفر را محو کنیم و دنیا آرام شود. اندیشه می راندن در دل. و یک شام در نزد بینایی که نصرت الله مقسوم با اهل بیتش زندگی می کرد سبک روی سیاه ایستاد. از درونش 4 نفر مردی چرمینه پوش بیرون آمدند. در خانه را با مشت کوفتند. نصرت الله را صدا کردند. با ابروی به همو چهره دیژم وارد حجره وی گردیدند. به سوالهایش پاسخ نگفتند. چیز و چاره خانه را تگرو کردند. بعد امر کردند که همراه آنها بیرون براید. چیزی نگفت. زمین سخت بود و آسمان بلند. در این لحظه حس کرد که تنهاست و دادرسی ندارد. او احساس کرد که این دفعه دشمنان ملتش دلیل‌های قوی پیشنهاد کردند. احوال ما چی می شود؟ چیکار میکنیم؟ با آواز گریه آلود صدا بلند کرد حلیمه خان. تشویش نشو. و همسرش که با رنگ کنده نزد در راست ایستاده به چهره اندیشمندی شوهرش می نگریست. تبسم کنان گفت او یگان نفهمی شده است. به کرمل می درایم، حقیقت را انیق می کنم. بعضی چیزها را می پرسند و سر می دهند. تو بچه ها را نگاه و بین کن که تو آمدنم به کارهای بیهوده مشغول نشوند. نفری از مهمانان ناخوانده دوغ زد. چرا با زبانی برای ما بیگانه گپ میزنی؟ چیزی نگفتم. به همسرم فهماندم که بیهوده تشویش نشود. من گناهی ندارم نزد خلق و وطن. آنها لقمه نوبتی خود را چون گرگان گرسنه از 4 طرف پیچاندند و از در برآمدند. این واقعه روزی 12 ایولی سال 1937 رخ داد. حلیمه خان دیگر آرام و قرار را از دست داده بود. صبح بر وقت در خانه استاد لاهوتی را کوفت. شاعر بزرگ در همسایگی آنها اقامت میکرد. در را برویش همسر لاهوتی بانو کشاد. حلیمه خان را تکلیف کرد که به خانه درآید. استاد در خانه هستند. به زور خود را به دست گرفته گفت وی بله مرحمت به درون درآیید. وی به خانه درآمد. صحبت زنان را شنیده استاد لاهوتی از حجره کاریش به حجره پذیرایی آمد. حلیمه خان شتاب زده درباره واقعه شبنگی به استاد قصه کرد و لحظه ای که حلیمه خان حرف میزد میدید که رنگ استاد لاهوتی تغییر خورد. پیکرش را
به هم کشید. شما خواهرم خودتان را عذاب ندهید. بعدی بی تمام شدن سرگذشت مخصوم، گفت استاد، در دولت داری هر کار شدنش ممکن. من همه‌اش را امروز و پگاه فهمیده میگیرم و شما را خبردار میکنم. یک عمر میندار میشوم استاد، با صدای لرزان پاسخ داد حلیمه خان. او از سخنهای نرم و سیمای آرامی استاد لاهوتی تا جای تسلی یافت. کم دلش آرام گرفت و به خانه خود برگشت. بنایی که خانه آنها در آن بود نزدیکی کینوتئاتر اودرنیک جای گرفته متعلق حکومت بود. در این بنا کارمندان حکومتی اقامت داشتند. نیکیتا سرگییچ خروشوف و عبدالقاسم لاهوتی در همسایگیشان میزیستند. نصرت الله با استاد لاهوتی دوستی داشت. شاعر شیرین کلام وقتهای فارغ کار به خانه ایشان می آمد. خاصیت بانو در صنف 4 می خواند. استاد لاهوتی می آمد و دخترک دوسترو را به پهلویش شینانده خواهش می کرد که برایش با زبان تاجیکی شعر قرائت کند. نصرت الله همراه استاد لاهوتی ساعتها سر دسترخوان نشسته در موضوع مختلف صحبت می کردند. نصرت الله به تربیه فرزندان دقت جدی میداد. پسر کلانیش منوش شاه در فکلته تاریخ دانشکده آموزگاری به نام بوبناف تحصیل میکرد. پسر دویمش انور شاه سال 1936 مکتب حربی شهر مسکو را ختم کرد و برای ادای خدمت به ولادیوستوک فرستاده شد. وی همان سال خانه‌دار شد. خاصیت بانوی دوسترو در صنف 4 میخواند و اکبر شاه در صنف 3. چند ماه پیش از آمدن مصیبت به خاندانشان مهمانی نو آمد. حلیمه خان پسر تولد کرد. او را مظفر شاه نام کردند. نصرت الله بعد نماز شام 1 ساعت وقت خود را همراه بچه ها سپری می کرد. به دفتر صنفی خاصیت بانو می نگریست و قناعتمند سر می جنباند. همراه آنها وظیفه خانگی اشان را اجرا می کرد. دخترم نقصام، تأکید می کرد او، کلان که شدی کسب آموزگاری را پیشه کن. تو معلمه شو و زنان و دختران تاجیک را سواد آموز. او را به محبس خانه آگپو پرتافتند. چند روز اول کسی به سراغش نآمد. 1 بردن نان سیاه و 1 جام آب خنک در روز نصیبش بود. این مزد صداقتش به حزب کمونیست، بهای رنج کشیدهش در ساختمان دولت سوسیالیستی بود. عجز صداقتش به داهیان دهور. مکافات آن همه جانبازی و بیدارخوابی ها، سنگرنشینی ها و رنج های کشیده بود. بعد چند روز آمدند و به استنتاق شروع کردند. برای تشکیلات ضد انقلابی شما کدام دولت های دنیا مبلغ می دادند؟ چرا به حزب و داهی و دولت شوروی خیانت کردید؟ کیها به تشکیلات شما اعضا هستند؟ هر لحظه شماره سوالها می افزود. از تعجب زبان در کامش چسبید. باور نکرد که هم مسلکانش دیده و دانسته به دام دشمنان و اغواگران افتاده. در حقش چنین تهمت ها می کنند. نتوانست جواب گفتن. مفتش لب بدش نام کشاد و یاردمچیانش به یاری او شتافتند. محبسخانه این درگاه صدها بار از آبخانه و کنخانه امیر بخارا دهشتناکتر بود. کسی نبود که در مقابل جلادان نو که اصولهای سنگین ترین را استفاده می بردند ایستادگی کند. بعد چند روز عذاب و شکنجه خاصه محبوسان سیاسی از دنیای روشن بیزار می شدند. یگانه راه نجات را در جان سپردن می دیدند. تنها مرگ بود که بیچاره دست بسته را که برای محافظت خویش علاج نمی یافت خلاص می نمود از دست این جلادان. اما به آغوش مرگ رسیدن هم آسان نبود.
برای رسیدن به این آرزو از نام و ننگ گذشتن راست می آمد. تمام گناه های نبوده را به ذمه گرفتن و پایان صحیفه های سیاه کرده مفتش امضا گذاشتن لازم بود. دندان های صحت را با انبر می کندند، ناخن ها را کشیده می گرفتند، از شته و شلاق استخوان ها آرد می شدند و محبوس پایان هر صحیفه با دستان شکسته و سری کفیده امضا می کرد. با خون خیش امضا می کرد و بالاخره نامه سیاهش را می پوشیدند. نفسی سبک می کشید، شکرانه خداوند را می گفت که از دست ستمگران خلاص می شود. این روزهای مدهش به سر فرزند فرزانه ملت، شخصی که برای بنیاد دولت تاجیکان هستیش را صرف کرده بود آمده بود. با همه اراده و توانایی، صبوری و سختجانی تاب نآورد در مقابل آدم خاران. همه گناه را به ذمه گرفت. گفت تشکیلات ضد شوروی را در آسیای میانه من تأسیس دادم. منم که تمامی مردان وطن دوست تاجیک دنبالم رفتن، به آنها امکانی در کشورمان کار کردن را ندادیم. من میخواستم کشور تاجیکان را از شوروی جدا کنم، میخواستم با دولت‌های بورژوازی همراهی کنم، با مدد ایشان یک دولت بورژوازی تشکیل نمایم. با سابق زمینداران و منصبداران زمان امیر رفت و آمد داشتم، آنها را محافظه می کردم. تشکیلات ضد انقلابی که من تأسیس دادم اتحاد شرق نام دارد. هرچه که مفتش نوشت او راضی شد، امضا گذاشت. وکیل حربی سود عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از 31 اکتبر سال 1937 مقرر کرده بود. موافق ماده های 48(2), 58(8), 58(11) کودکس جنایتی ریسپوبلیکای سوویتی فدراتیوی سوسیالیستی روسیه به نصرت الله مخزوم، سابق رئیس کمیته اجرایی مرکزی جماهیر شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، پیش از حبس شنونده اکادمی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، جزای عالی پراندن و مصادره تمام مال و ملکش را حکم کرد. در خلاصه حکمنامه آمده مخزوم به آن گناهش اقرار شده است که یکی از راهبران تشکیلات ملتچگی ضد شوروی در تاجیکستان موجود بوده می باشد که مقصدش با راه مسلحانه از اتحاد شوروی جدا کردن تاجیکستان و در زیر حمایه یکی از مملکت‌های سرمایه‌داری برپا نمودن جمهوری بورژوازی تاجیکستان است. از این خاطر کاری تخریب و زورآوری می برد، در آماده سازی عمل تروریستی ضد راهبران وکپب و حکومت شوروی شرکت داشت. بعد دلای او را بالای میز کاری داهی یوسف ویساریونوویچ استالین گذاشتند. سروری آن درگاهی که به یک ماشین بزرگی آدم خورد تبدیل یافته بود و او مولبش را آرامانه مالیش داد. گویا گفتن میخواست که بگیر آدمی باوریت را، اگر ساعتش بیاید ما می توانیم تو را قائل کنیم که در حقیقت جاسوسی یگان دولتی بورژوازی هستی. پیشوا چوبوکش را بلب برد. دود غلیظ از دهان و بینی وی فواره زد. قلم سرخ را به دست گرفت و تقدیری یک فرزند جانفدا با امضای او معلوم شد. شنونده های گرامی، شما романи کیفری دиловари мирзоро дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ шунидед. муҳаррир обиҷон саидзода, коргардон ануша хуҷамова. ин гуфтор соли 2024 сабт шудааст.
انجام گفتار 28